و چون این بی‌نهایت هست به یک زمان بی‌نهایت هم احتیاج داره، بنابراین حرکت وجود نداره و یک جسم هیچ وقت به مقصد نمیرسه. یعنی در واقع با تعقل و تفکرشون میان ثابت میکنن که حرکت باطل هستش. حالا این مثال پارادوکس تی رو الان یا ارور رو میخوام الان پخش کنم. صدا نداره. تصویر کنم. اگه لازم دارید صدا بس میشه سریع بشه. اگه میتونم روش توضیح بدیم. یه نمبری مبهم میشه در واقع اینجا یه مشکلی پیش میاد بین تحقق و واقعیت. مثلا این مثالی من خدمتتون هستم، یعنی ما دو تا تصمیم رو یه فاصله بگیریم، هر بار که من دستم حرکت بدم بالاخره یعنی اینکه من این دست میخوام، ولی وقتی که در واقع زنون میخواست از پیش، چون پارمندس رو قبول کرده بود، میخواست ثابت بکنه که پارمندس حق داره و تمام این حرکات توهمه. مثلا این سری نقطه هایی که در اون زمان مطرح میکنه، فرض کنید که شما تا یه دیواری 1 متر فاصله دارید. خب این میگه تو مرحله اول این 1 متر رو نصف میکنه، تو مرحله دوم نصف رو نصف میکنه، تو مرحله این در واقع اون موقع اینها دانش حد رو تو ریاضیات نداشتن. یعنی اینکه ما تو ریاضیات مدرن حد داریم، یعنی این یه سری سریا هستن که این سریا کانورجبل، یعنی اینکه وقتی که شروع میکنن از این فاصله، وقتی میگیم x به سمت بی‌نهایت میره، اونم به سمت یه حدی کانورج میکنه، یعنی اینکه این میاد یه جایی ولی مماس یک خطی میشه در نهایت که ما تو ریاضی بهش میگیم حد. اینجاست در واقع اونا این تئوری رو از این زاویه نمیدید که این حد وجود داره، یعنی نهایتا شما اون فاصلتون تا دیوار رو طی خواهید کرد در عمل، ولی چون دچار پارادوکس میشن و اینکه مشکل زبانی هم هست، چون ما در زبان و تفکر با هم اگر شما در زبان یه واژه‌ای دارید به نام بی‌نهایت، فکر میکنید در عمل هم دارید این بی‌نهایت رو، ولی هیچ انسانی که بی‌نهایت رو تجربه نمیکنه. این نکته خیلی ظریفیه که وقتی که هنوز هم همه گیج میشن،
یعنی هنوزم که علم پیشرفت کرده هیچکی نمیتونه بهش بگی که خب اون به یه ترتیبی درست میگه که شما بی‌نهایت نقطه میتونید داشته باشید. الان هم میگن اگر شما سر هر نقطه‌ای بخواید یه مکث کوچیک بکنید بی‌نهایت زمانتون، ولی اگر امتداد بدید، یعنی شما مکث نکنید روی این نقطه ها بلکه امتداد بدید حرکتتون رو، شما به اون حدی میرسید که از نظر ریاضی ثابت میشه. در واقع اینجا یه جور تناقض بین عقل و تجربه انسان که طبعا تجربه محقق اینجا. بله، حالا به خاطر همین حالا حد که بعداً ریاضیات پیشرفته تر شد و ما متدهای مختلفی رو برای حل مسئله ها پیدا کردیم، ولی در واقع خیلی بی ربط هم نگفته بودن. یعنی الان هم ما فرضیه عدم قطعیت که توی کوانتوم وجود داره، uncertainty، باز هم ما این توی این کانتینیویتی که اولا یعنی چیزایی که توی قرن 6 و 5 قبل از میلاد گفتن، اینا پایه‌گذاری ساینس بوده. یعنی وقتی که میگن که عناصر تشکیل دهنده جهان چیه، حالا یکی آب نام برده، دیگری آتش، یکی گفته آب، باد، خاک، آتش. حالا اون زمان به چند عنصر اعتقاد داشتن یا روش‌های مختلف. الان امروز ما میدونیم که 108 عنصر داریم. هر چیزی که در جو زمین وجود داره از 108 عنصری که تو جدول مندلیوف هست تشکیل شده. ولی اگر یه زمانی بشر این سوال رو نمی‌کرد که جهان از چی تشکیل شده، یا حرکت چجوری داره اتفاق میفته، یا شدن یا بودن، ذات بودن چیست، تغییر چیست، ما ساینس پیشرفت نمی‌کنه، ما به اینجایی که امروز هستیم نرسیدیم. یعنی در واقع ما همواره داشتیم جواب میدادیم به اون کسایی که کنجکاوانه یه سوال‌های پرسیدن و فقط چششون رو نبستن که بپذیرن که خب من دارم میبینم که این لیوان داره حرکت میکنه، پس من بپذیرم که داره حرکت کنه. اومده حرفایی که زدن خیلی جالبه. در واقع ما هنوز روی این مسائل داریم کار میکنیم، یعنی ما که نه ساینتیست‌ها دانشمندان. حالا این خیلی جای بحث داره و 40 پارادوکس داده بوده زنون و حرفای پارمنیدس و زنون رو فلاسفه بعدشون خیلی جدی گرفتن. یعنی بعدها سقراط و افلاطون و ارسطو همه میان پارمنیدس رو خیلی جدی میگیرن و میان سعی میکنن به پارادوکس ها و سوالاتی که اینا کردن به یه روش‌های جواب میدن. و ارسطو، حالا امیدواریم جلسات تاریخ فلسفه بره جلو و یه زمانی به ارسطو هم برسیم. ارسطو اومده یه روش‌های پیدا کرده و جواب داده، حرکت رو اومده توضیح داده. یعنی ممکنه بی منطق به نظر بیاد ولی خب خیلی منطق هم پشتش هست همزمان. کلا این سه نفر که مجموعشون الان صحبت کردن، یعنی پارمنیدس، گزنوفانس و زنون و اتباعشون رو، اینا رو حکمای الهایی گفتن چون از نظران الها بودن و اهل عقل بودن و شیوهشون هم در واقع تعقل و استدلال عقلی بوده. به صورت خلاصه بخوام بگم که بحثی که کردیم. وارد آناکساگوراس میشیم. بعدی خیلی طولانی نیستش. بعد دیگه من تریبونو میدم به آقای ارشدی مجدد. آناکساگوراس در قرن 5 قبل از میلاد از اهالی آیونیا بوده، اون منطقه‌ای که نایجون توضیح دادن روی نقششون، در آسیای صغیر، در واقع میشه کرانه‌های غربی ترکیه فعلی. و او به آتن میره و 30 سال در آتن زندگی میکنه و در واقع نخستین کسی هست قبل از سقراط که فلسفه رو به آتن میبره. از این نظر خب خیلی مهم بوده. و در پایان البته تبعید میشه از آتن به خاطر اینکه حرفی میزنه، میگه که خورشید یک سنگ گداخته است و این یونانیان باستان نمیتونستن اینو بپذیرن با توجه به افسانه ها و ادیانی که بهش اعتقاد داشتن و او رو از شهر خارج میکنن و او یعنی انتخاب میکنه که یا باید از شهر خارج بشه یا سرنوشتی مشابه سقراط در انتظارت خواهد بود. ولی خب اون مثل سقراط شهادت رو انتخاب نمیکنه و از آتن خارج میشه. آناکساگوراس یه نظریه خیلی متفاوتی دوباره میده با پیشینیانش. از این نظر خیلی جالب بوده در مورد منشأ چیزها یا principal elements. میاد میگه که همه چیز در همه چیز هست
یا حالا توی کتاب‌های انگلیسی میگن everything is in everything. میگه هر چیزی که شما می‌بینید مخلوطی از همه چیزهای گوناگونه و همه چیز در همه چیز وجود داره و چیزها از تخمه‌هایی تشکیل شدن که در انگلیسی حالا کلمش سید هست، تخمه یا دانه، حالا هر جور که ترجمه کنید. چیزها از این تخمه‌ها تشکیل شدن و هر شیئی از همه این تخمه‌ها، از همه این سیدها تشکیل شده. فرقش در اینه که مقدار این سیدها متفاوته، داره نسبت‌های ثابت نیست. مثلا فرض کنید چوب و آهن رو در نظر بگیریم. میگیم که تمام عناصری که تو چوب هست، توی آهن هم هست، در آب هم هست، در همه چیز هست. ولی فرقی که داره اینه که مثلا در چوب این عنصر یا این دانه چوبی یا چوبیت غالبه، بیشتر هست، بالاترین نسبت رو داره و چیزی که مثلا آهن هستش توی چوب کمتر هست و در آهن برعکس. یک مثالی که زده که خب باز اینم یه جورایی خیلی ساینتیفیک و علمی هست، میاد غذا خوردن انسان میگه که شما وقتی یه چیزی میخورین، مثلا یک سیب میخورین، این سیب در بدن ما به سیب تبدیل نمیشه. این سیب در بدن ما به خون و گوشت و پوست و مو و استخوان و چیزهای مختلف تبدیل میشه. علتش اینه که تمام این تشکیل دهنده ها که در همه چیز هست در سیب هم هست. وقتی ما سیب رو میخوریم، اون عنصری که مربوط به استخوان بودن هست میره در استخوان میشینه و اونی که مربوط به خون هست در خون و اونی که مربوط به مو هست در مو. به همین ترتیب هستش که ما با سیب میتونیم زنده بمونیم، به همین شکل انسانی که هستیم. کسایی که حالا رژیم سیب گرفتن بهتر میدونن. و به همین ترتیب مثال برف و زغال رو زده، میگه از چیز برفیت یا برف که در برف هست و غالبه در زغال هم هست و مقداری زغال در برف هم هست. به همین ترتیب ما با الان با فرضیه اتم در واقع این با فرضیه الکترون و پروتون یه جورایی میخونه و مثالای خیلی زیادی از این قبیل زده. اما اون میگه که یه زمانی وجود داشته که نه آهن و نه چوب، نه برف و نه زغال و هیچ چیز به این شکلی که امروز هست، به این فرمی که الان هست وجود نبوده، بلکه عالم در یک حالت آغشتگی و در هم پاشیدگی این سیدها یا این تخمه‌های تشکیل دهنده هست. مثلا شما یک فضای بی‌نهایت رو در نظر بگیرین که ذرات توش معلق هستن. گفته که در یک دورانی، در یک زمانی عالم به صورت یک توده غبارگونه خیلی عظیمی بوده که هیچ پدیده قابل متمایز نبوده و که همه چیز در هم دیگه ترکیب شده بوده و آناکساگوراس اون عالم رو میاد عالم شکل ناگرفته اسم میبره ازش و در اینجا میاد یک نظریه جالبی میده در مورد نوس مطرح میکنه که بعدها میگن شاگرداش که میومدن نظریه‌هاشو گسترش میدادن و تبلیغ میکردن روی تپه‌های آتن، وقتی که به نوس میرسیدن بسیار هیجان انگیز میگفتن و نفس‌ها در سینه حبس میشده مردم وقتی گوش میکردن بهش. گفته که نوس همون چیزی که ما امروز بهش میگیم خرد یا جان یا روح یا روان یا عقل. نوس یا گوهر عقل، حالا اسمش رو میذاریم، چیزی است قائم به وجود خودش و یکپارچه است که ماده‌ای بسیار حساس و لطیف توصیف شده و یک خاصیت ویژه البته داره که خاصیتش اندیشیدن هست و از نظر آناکساگوراس تفکر حرکت در بر داره. پس در واقع آناکساگوراس میاد ماده رو از روح یا از نوس میاد دو تا چیز متمایز تصور میکنه که در فلسفه ما به این میگیم دوالیزم یا دوگرایی. کسایی که اومدن جسم ماده رو از روح دو تا چیز متمایز کردن و میگه که هر جایی که نتونسته توضیح بده که چی شد که اتفاق افتاد میاد از نوس استفاده میکنه، ارجاع میده به نوس، هر چیزی که توی تئوری خودش قابل توضیح نبوده. میگه که نوس وابسته به هیچ چیز دیگری نیست، اما همه چیز وابسته به نوس هست. میتونه به خودی خود به حرکت در بیاد و چیزهای دیگر رو به حرکت در بیاره. به این ترتیب آغاز حرکت و شکل گرفتن پدیده ها توسط نوس